مولوی گشتی و آگاه نیستی، 14 علوم خواندی اما هیچ چیز نفهمیدی. مولوی گشتی و آگاه نیستی، خود کجایی از کجایی کیستی. آدمیت مشکل است ای آدمی، آدم خود کل ماتم، آدم شدن شرط است و برادر. تاج کرامت سر هرچ و کرسی و لوح و قلم نمان، سر پیغمبرای ملائک نمان، سر آدم مان. آدمیت مشکل است ای آدمی، آدمیت خاک و گل است ای آدمی. آدمیت عشم و لحم و گوشت نیست. پنگ نکتایی دریسی انگلیسی بوت فرانسوی تو را آدم ساخته نمیتونه. تو یک رباب رو خود پشت کردی کاکا. 4 تا ریش آقا سید مانده، چپنک و تسبیح مانده، این بادی خودم جور کردیم. ماشین من خداوند میبینی، یک موتر که میخری 3 تا مستری نیری پیسه تا نمیتی. خدا جلوم اینجا را نمیبینه، این قبا و قبای تا اینجا را میبینه، این غیرت تا میبینه. ما برون را ننگریم و قال را، ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را منگریم و آل را. ولقد کرمنا بنی آدمه. دیگه جای میگه اینی جائل فی الارض خلیفه. اگر خدا بشناسی تو خلیفه پروردگار هستی. دیگه جای اشرف مخلوقات یادت کرد. در خیال و خواب خود باشی تو مست، در خیال و خواب خود باشی تو مست، نه تو بالا را بدانی نه تو پست. گنجه ها در آستین تو مفلسی، بیخبر گشتی از آن تو ناکسی. میکنم تکرار اینجا گر کس است، یک اشارت مرد دانا را بس. آدمیت مشکل است ای آدمی، آدمیت خاک و گل است ای آدمی. آدمیت عشم و لحم و گوشت نیست، آدمیت جز رضای دوست نیست. گر به خود بینی بینی پوست را، ور خود بینی بینی دوست را. حضرت شمس تبریز میگن مستان جهان ز خود بیخبرند، جمعند ز بوی گل پراگنده ترند. ای زائد ظاهر پرست با ما منشین، مستان دیگر و خود پرستان دیگر. قیاسی شد میگه راز دل ظاهر مکن با زائد ظاهر پرست، ورنه کار عشق بازی با سر و دستار نیست. حافظ مهربانی میکنه زاهد ظاهر پرست از آل ما آگاه نیست. در حق ما هر کی گوید جای تکرار نیست. در طریقت پیش سالک هر کی آید خیر اوست، در صراط مستقیم از دل کسی گمراه نیست. سر علم تکیه نکو، سر چوکیه که دروزه گنده تکیه نکو، سر اولاد تکیه نکو، سر تجارت و دارایی تکیه نکو. اگر مرد هستی سر خدای تکیه کن. ای بنده به من سپر پس خود را اله کن، گر شای اردو جانت از من گله کن. و من یتوکل الله فهو حسبه. سر خدا تکیه کن جل علی شانو. هر کی در راه حق شد ثابت قدم، مال دنیا پیش او شد کالهدم. قسم به خداست که به خدای صادق باشی، در نوک کبر دنیای گنده از پیشت میاد. ما خود دیوانه دنیا هستیم، پیش دنیا میدمیم دیوانه شدیم. 4 نفره که چیزیم چاخ میکشیم که اوه دست نجس آقا را مات میکنه. چی معنویت دار آقا؟ امام زین العابدین بیمار، پدر حضرت امام حسن امام حسین از جمله 12 امام است. سادات از نسل زین العابدین بیمار است. این مبارک خانه یتیم و بیوه برش معلوم بود. با پشتکی را میرفت آرد روغن اردم پشت خانهش میمان. 2 بجه شب که میشد صبح میخواست که غیبی دادان دروازش ماندگی تا که زنده بود امی کارش بود. وقتی که فوت کرد سر تخته انداختنش، ایدم پشتک خود که امو دیتمانه که من داخت ام خطای دیدم پشت چسبیده چیخ داد مردم که همین مبارک میمان. میانی حاشوق و معشوق رمزیست، کرام الکاتبین آنجا خبر نیست. هر کی باشد پسند خالق پاک، گر پسند خلق نباشد چه باک. اگر خدا جل شانو از بنده نباشد خوشنود، شفاعت همه پیغمبران ندارد سود. پدر جان یک مسائل شرعی را میفهمی؟ 1000 نیکی برات داده میشه. یکی فرض کفایی است، یکی واجب کفایی. فرض کفایی چیست؟ واجب کفایی چیست؟ اون جوانا یاد بگیره دیگر.
فرض کفایی یک آدم از این قریه 100 نفر از یک آدم آمد گردن کرگی خلاص است نماز جنازه را خواند. واجب کفایی چیست؟ سلام حضرت علی کرم الله دروازه حلم میگه انا مجنون ولی بابوها 70 فضائل داره سلام دادن. 69 به می کسی که سلام میده، یکی به کسی که والد میگه. فهمیدی گفه؟ رسول الله صلی تفلکا را نماز سلام میداد، در خانه می سیاسرها را سلام میداد. تو شیشتی که خدا ما کار خو میکنم رزاق مردم خدا ساختی مردم من سلام بده. او کمبخت چی گفت؟ دروازه علم چه میگه؟ حضرت شاه اولیا 70 فضائل داره، 69 به کسی که سلام میده، یکی به والد والاست. 100 نفر شیشته یک آدم گفت السلام علیکم، یک آدم والد گرفت گردن کرگی خلاص است. این واجب کفایی. دوم یک آدم عکسه میدند در دماغت یک قسم میکروب است که طبیبای دنیا عاجز مانده. طبیبای دنیا از این عاجز مانده. عکسه که میدنی باسی عکسه اون میکروب میبرایه. این میگه الحمدلله. این رو علمیش خود داره. این به انانات یاد گرفته. جانب مقابل بگه یرحمک الله، رحم کنه خدا سرت. 1000 نفر اینجا شیشته یک آدم که یرحمک الله گردن کرگی خلاص. دو واجب یاد گرفته. در نماز در ماه مبارک رمضان 100 خانه است، یک آدم اعتکاف شد گردن کرگی خلاص است. واجب کفایی است. خداوند براتون گفتار رفتار کردار به قانون قرآن برابر بسازد. آباده بتخانه و ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام ندارد به ذات و فیبه، هر حقیقت در مسلمانی ماست. ما از پیش اسلام دکانداری جور کردیم، اسلام آله دست خود از پیش اسلام تجارت خانه جور کرد. یوسف علیه السلام به شهر مصر قاطی آمد. از بیت المال گندم کشید، یک پیمانه به مردم میداد. پیمانه وقت داسر بود یا چی بود قامت و جای کلان بود. یک نفر پیش استاد شد، ایره به گوش دل بشنو، ایره شکر بکش. یک آدم پیش استاد شد، مرا 2 پیمانه بده. گفت چی کمال داری که 2 پیمانه بدم؟ من کسی نیکی کردیم. چی نیکی کردی؟ امو طفل که در گواره به پاکی شهادت و تموم است. چی میگه؟ یوسف علیه السلام همین شهر مصر در اختیارت است. میشنوی گفه؟ خدا تعالی جل جبرئیل علیه السلام رایی کرد، فوراً گفت های حبیب من امو توفیق کی داد بر از او؟ من دادم. یک شاهدی از او تو شهر مصر در اختیارت. این بنده که 70 سال بیگانگی و شهادت میشه، من کنه بنده کی معامله کنم. لا اله الا الله محمد رسول الله. میشنوی گفه؟ این مهربانی خداوند ببین. میگه به یک شاهدی او را توفیق من داده بودم، تو شهر مصر در اختیار دادی. این بندهایم که 70 سال 60 سال کلمه میخونه که لا اله الا الله محمد رسول الله، بیگانگی و شهادت میده، من کنه بنده خود چی معامله کنه. من خاطب مسابه شر مشکات شریف علما اینجا شیفته. در بنی اسرائیل یک نفر 100 سال عمر کرد، اما دانی، شرابی، قمارباز، لوتی، چیز فسقی که در دنیا بود را میشناختن مردم. وقتی که فوت کرد موسی علیه السلام جنازه دیر نخواند. قوم و قریه و دیار جنازه دیر نخواند. قبر دیر نکندن، در خندق انداختن. چیز به گوش دل بشنوید. بسیار یک آدم ناامید نشد شیخ دروازه‌ان جنت خود جور نکنیم. به بها نمیدهندد، به بهانه میدهندد. کار خداوند به بهانه است. بشرابی 30 سال شراب خورد، 30 سال شراب مفروخت. اما یک کاغذ احترام کرد، خدا تعالی به دوستی خود گرفتش. حبیب عجمی سودخور بود. سود 72 گناه کبایر داره. ضعیفترین گناهی که مادر زنا کنی. یا رسول الله صلی الله علیه و آله که زیاد گناه پیدا میشه. گفت بله، خجالت مسلمان، آبروی مسلمان ریختاندن، مسلمان در مجلس شرماندن از جام که گناه است.
حضرت علی کرم الله وجهه یک زن آمد پیش که من تعویض بده، کشید بادش خطا خورد. باد الا دادن در شریعت مباس، اما آداب مجلس نیست. این سیاست رنگش فت پرید، لرزه گرفتش از خجالت. شاه اولا گفت مادر چی میخوایی؟ گفت تعویض. گفت گوشم کر است، بلند بگو. این که بلند گفت من نمیشتم، بلندتر و چیخ زد. رنگ این زنم پد بجای شد، لرزششان گم شد. وقتی که پیشش خست رفت، خداوند آسمانی نام سرشمان که ایدر کرار بود. کوشش کنین که سر آبروی مسلمان تعرض نکنین. شیخک در روزگان جنت خود جور میکنید.